مصاحبه جنجالی و توهین‌آمیز خداداد عزیزی با هاشم بیگزاده. بریم بخشی از این مصاحبه رو با هم ببینیم. بهترین و بهترین نسل فوتبال ایران کدوم نسل؟ بهترین نسل ما بود، با افتخار. نسل شما بود. بازیکن‌های بزرگی که 4 دوره بهترین بازیکن سال آسیا شدن در تاریخ فوتبال ایران هم نیست. قبول دارم، به افتخار اون نسل. علی مخلصی، علی دایی، مهدی مهدوی‌کیا، علی کریمی و آخریش هم مال من بودم. ضعیف‌ترین نسل هم نسل هاشم بیگزاده بود. نسل ما بود. رو قرض‌ورزی حسودی این حرف حسودی. آقا من الان جوابش منطقی میدم. تیم 2014 بعد این همه مدت سال حتی بهتر از نسل اینا اولین تیمی بود که رفت جام جهانی به عنوان تیم اول. بعد با بیشترین امتیاز رفتیم جام جهانی. شما چی؟ بزرگترین